اگه پیمانکار باشید، به احتمال زیاد با این چالش روبرو شدید که کار تموم شده اما آخرین پرداخت شما گیر کرده. امروز می‌خوایم قدم به قدم و خیلی ساده توضیح بدیم که چطور میتونید این قفل رو باز کنید و به پولتون برسید. خب سناریو خیلی آشناس نه؟ شما پروژه رو با موفقیت تحویل دادید، اما کارفرما آخرین قسط و یه بخش دیگه از پولتون رو نگه داشته و میگه تا مفاصل حساب نیاری خبری از پول نیست. اصلا این مفاصل حساب چیه و چرا اینقدر قدرت داره که جلوی نقدینگی شما رو بگیره؟ توی این برنامه می‌خوایم یه نقشه راه کامل بهتون بدیم. اول می‌بینیم اصلا چرا پول شما قفل میشه، بعد با بازیگرای اصلی این ماجرا و قانون کلیدیش آشنا میشیم و در نهایت قدم به قدم مراحل عملی کار رو با هم مرور می‌کنیم. پس آماده باشید که شروع کنیم. بسیار خوب، اول از همه بیاید ریشه این ماجرا رو بفهمیم. اصلا چرا قانون همچین اجازه‌ای به کارفرما داده که بخشی از پول شما رو نگه داره؟ منطق پشت این قضیه چیه؟ تمام این سیستم فقط یه هدف بزرگ و مهم داره. اینکه دولت مطمئن بشه شما به عنوان پیمانکار حق بیمه تامین اجتماعی تک تک کارگرایی که تو پروژه‌تون کار کردن از جمله نیروهای پیمانکاران جزء رو کامل و به موقع پرداخت کردید. در واقع اون پول بلوکه شده شما حکم یه جور وثیقه رو داره. حالا که دلیلش رو فهمیدیم، وقتشه با 3 تا بازیگر اصلی این صحنه و از همه مهمتر با اون قانون کلیدی که کل این فرایند بر اساس اون نوشته شده آشنا بشیم. نقش اول البته خود شما هستید. به عنوان پیمانکار مسئولیت اصلی با شماست که مطمئن بشید همه کارگرها بیمه هستن و حق بیمهشون هر ماه و بدون تأخیر پرداخت میشه. بازیگر دوم کارفرمای شماست. نکته مهم اینه که اونها این کار رو از روی سلیقه انجام نمیدن. قانون اونها رو مجبور کرده که بخشی از پول شما رو به عنوان ضمانت نگه دارن تا زمانی که شما با تأمین اجتماعی تسویه حساب کنید. و بالاخره بازیگر سوم که در واقع داور این بازیه خود سازمان تأمین اجتماعیه. این سازمانه که کل فرایند رو نظارت میکنه، پرداختای شما رو چک میکنه و در نهایت با صادر کردن اون برگ نهایی یعنی مفاسا حساب چراغ سبز رو برای آزاد شدن پولتون نشون میده. و اما اصل ماجرا، این چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم یه بخشنامه داخلی یا سلیقه کارفرمام نیست. این یک الزام قانونی صریحه. اسمش هم ماده 38 قانون تأمین اجتماعیه. این اسم رو به خاطر بسپارید چون قلب کل این فرایند همینه. و حالا میرسیم به اون عدد مهمی که باید همیشه تو ذهنتون باشه. 5%. ببینید کارفرما طبق همین ماده 38 موظفه که 5% از کل مبلغ قرارداد شما به علاوه آخرین صورت وضعیت یا قسط شما رو نگه داره. این رقم بسته به حجم پروژه میتونه مبلغ قابل توجهی باشه و مستقیما روی نقدینگی شرکت شما تأثیر میذاره. خب تئوری کافیه. بیایید بریم سراغ کارهای عملی. به محض اینکه قرارداد جدیدی رو امضا کردید، اولین کاری که باید انجام بدید چیه؟ ببینید، اینجا شما باید کاملا فعال باشید. یعنی منتظر نمونید که کارفرما یا سازمان به شما چیزی بگه. خودتون باید پیش قدم بشید، یک کپی از قراردادتون رو بردارید و مستقیم برید به شعبه تامین اجتماعی و برای اون پروژه مشخص پرونده تشکیل بدید. اینجا چند تا نکته ریز ولی فوق‌العاده مهم وجود داره که اگه ندونید ممکنه کارتون کلی عقب بیفته. مهمترینش اینه که قرارداد رو باید به شعبه‌ای ببرید که محل اجرای پروژه در محدوده اون شعبه هست. نه لزوماً شعبه‌ای که دفتر مرکزی شرکت شما توش پرونده داره. حواستون به این موضوع باشه. بسیار خوب. پرونده شما با موفقیت تشکیل شد. حالا میرسیم به قدم بعدی. گرفتن یه جور کد شناسایی برای پروژه‌تون توی سیستم تامین اجتماعی. این کد که بهش میگن ردیف پیمان دقیقاً حکم کد ملی پروژه شما رو داره. از لحظه‌ای که این کد رو میگیرید، تمام لیست‌های بیمه و پرداخت‌های حق بیمه مربوط به این پروژه باید با همین کد اختصاصی به سازمان ارسال بشه تا همه چیز شفاف و قابل ردیابی باشه. سیستم خیلی هوشمند و یک پارچه طراحی شده. شرکت شما یک کد مادر داره به اسم کد کارگاه. هر قرارداد جدیدی که امضا می‌کنید مثل یه فرزند جدید برای این خانواده میمونه و یک ردیف پیمان منحصر به فرد میگیره که به همون کد مادر متصله. اینطوری سازمان میتونه تمام پروژه‌های شما رو زیر نظر داشته باشه. حالا شاید بپرسید اگه به صورت شراکتی یا توی یک کنسرسیوم کار می‌کنیم چی؟
اینجا هم قانون خیلی انعطاف پذیره. قاعده ساده است. اگه پول پروژه رو به صورت مشترک و توی یک حساب دریافت می‌کنید، یک ردیف پیمان مشترک براتون صادر میشه. اما اگه سهم هر شریک قراره جداگانه پرداخت بشه، برای هر کدوم از شما یک ردیف پیمان مجزا تعریف میشه. خیلی خوب، کارهای اولیه انجام شد، پرونده تشکیل دادید و ردیف پیمانم گرفتید. اما کار اصلی از اینجا به بعد شروع میشه. حالا میرسیم به اون وظایف مستمری که شما باید در تمام طول پروژه ماه به ماه انجام بدید. این تصویر کل سفر شما رو از روز اول تا اون روز شیرینی که پولتون آزاد میشه نشون میده. همه چیز با تشکیل پرونده شروع میشه، با مسئولیت‌های ماهانه شما ادامه پیدا میکنه و در نهایت بعد از پایان پروژه و درخواست شما به صدور مفاسه حسابا و آزاد شدن وجه منجر میشه. کلید موفقیت توی این مرحله فقط یک کلمه است: نظم. شما باید هر ماه مثل ساعت لیست دقیق حقوق کارگرها و حق بیمه‌شون رو با همون ردیف پیمان اختصاصی پرداخت کنید. اگه یک ماه این کار رو فراموش کنید یا اشتباهی انجام بدید، آخر کار همین اشتباه کوچیک میتونه کل فرآیند مفاسه حساب شما رو با مشکل مواجه کنه. یک نکته حقوقی خیلی ظریف و مهم: تعریف دقیق تاریخ پایان پروژه است. از نظر قانون این تاریخ معمولاً همون تاریخی هست که توی صورت جلسه تحویل موقت پروژه ثبت میشه. چرا این تاریخ اینقدر مهمه؟ چون تعهد شما برای پرداخت حق بیمه برای این پروژه دقیقاً در همین تاریخ تموم میشه. و اما این مهلت رو با ماژیک قرمز دورش خط بکشید. 1 سال. شما از تاریخ پایان پروژه فقط 1 سال فرصت دارید که مفاسه حساب رو بگیرید و به کارفرما تحویل بدید. اگه این مهلت تموم بشه، کارفرما از نظر قانونی مجبوره که تمام پول بلوکه شده شما رو مستقیما به حساب تامین اجتماعی واریز کنه و اون وقتی که پس گرفتن اون پول دوندگی خیلی بیشتری داره. پس بیایید نگاهمون رو به این فرایند عوض کنیم. این مراحل کاغذبازی‌های اداری دست و پاگیر نیستند. اینها بخشی از مدیریت حرفه‌ای یک پروژه هستند. وقتی شما این تعهدات رو فعالانه و منظم مدیریت می‌کنید، در واقع دارید سلامت مالی و اعتبار کسب و کار خودتون رو تضمین می‌کنید. پس به عنوان سوال نهایی، بیایید از خودمون بپرسیم: آیا کلید واقعی برای رسیدن پولتون فقط دوندگی لحظه آخری برای گرفتن یک برگه کاغذه، یا کلید اصلی مدیریت هوشمندانه و منظم این فرایند از همون روز اوله؟ یادتون باشه، منظم بودن سریعترین و بی‌دردسرترین راه برای رسیدن به پولی هست که براش زحمت کشیدید و حق شماست.